همکاران گرامی، همینطور که توی پست قبلی گفتم، وقتی سرامیک کف اجرا میشه، انجام میشه و به اتمام میرسه، زیر کار شما اگر سیمان سفید و فراوان بریزی، خب متاسفانه حسابکار کارفرما کسی نیست بالای سرت که ببینه که مثلا وقتی تمام میشه بعد اتمام کار میاد میگه کم رختی، یا مثلا اگه بیشتر میرختی صدا نمیکرد، یا مثلا نمیدونم لق نمیشد. از این کلمات، از این واژه کلمات خیلی استفاده میشه. متاسفانه بعد کار همچین حرفا زده میشه که شامل خیلی ناراحتی ها پیش میاد. ما هر جا که رفتیم، ما به نوبه خودم ما همچی کاری رو میکنیم، زیر کار میریزیم، چه کارفرما باشه چه نباشه. خب اما متاسفانه یه سری کارفرما وقتی شما مسئله رو میگی بیار، طرف فکر میکنه میخوای ببری خونه. خب